به نام آنکه هستی از عدم کرد، زلال علم جاری از قلم کرد. به نور خود چراغ دانش افروخت، به انسان شیوه دانایی آموخت. سلام و درود خدمت همه شما هموطنان عزیز. امید که خوب و صحتمند و سرحال باشید. از گزند روزگار در امان باشید. دوستان عزیز، همه شما خوبان را خوش آمدید میگویم با اولین گزارش ویژه ما از چینل یوتیوبی واخان ویوز. امروز آمدیم به یکی از قریه های دوری کابل به نام فامیلی های ریشخور و قلعه فتو. بیشتر و بیشتر دیدن میکنیم از این منظره های زیبای کابل و از حال و احوال مردم جویا میشیم. تا دقایق آخر برنامه با ما باشید. جهان سپاس. دوستای عزیز و ارجمند، ما آمدیم از کوههای زیبای فامیلی های ریشخور پایان شدیم و همینجا یک کوکا را پیدا کردیم مصاحبه با آنها داشته می باشیم. با ما باشید. سلام علیکم. کوکا جان خوب است؟ صحتتون خوب است؟ بخیر باشید، سلامت باشید. اسم مبارکتان چیست کوکا جان؟ اسم ما خان مرزا. خان مرزا، بسیار خوب. چقدر مدت میشه یا چقدر وقت میشه که شما در ریشخور زندگی میکنین؟ یک 5 سال میشه که همیشه زندگی میکنم. خب بسیار خوب بسیار خوب. شغل شما همین موچیگری است دیگه؟ نه، ما حال موچیگری میکنم. سابق معاون توله بودم، وظیفه میکردم، در نظمنامه بودیم. حالا چون که بیکاری و خستگی دیگه راه و چاره با ما نیست، مجبور هستیم این کارا میکنیم. خب بسیار خوب. راجع به ریشخور معلومات دارین که چرا نام ریشخور را ریشخور ماندن؟ بخاطر یک نام بسیار زیاد جالب است. این ریشخور که از اینجا سابق که بود دشت دامنه بود، خنکش بسیار زیاد بود. از بس که سرما و دیگه که داشتن این ریشخور که نامگذاری شد به خاطر این شد که یعنی سرباز در پیره بود، شد همیشه خنک بریده بود. بعد از اون وقت دیگه نام میره ریشخور ماندن. آب و هوای ریشخور به نظر شما چی رقم است؟ خوب آب و هوا دارن نداره یا همین سرد است؟ آب و هوایش خوبش است، تمام سیستمش برابر است، مگم بسیار سرد است. بسیار سرد است؟ از طرف زمستان سرد می باشه، از طرف تابستان گرم. خب باز شما چی رقم مای سردی یا مای گرمی را خوش دارین یا به کدام ماها خودتون علاقه دارین و از ریشخور آب و هوایش راضی هستین نیستین؟ از آب و هوایش راضی هستیم. ما آب و هوای خوبی دارم. هر زمانش ما مجبور هستیم، غریب کار هستیم، برای این بیرو به حال اولاد ما یک چیز پیدا بکنیم. با ما فرق نداره دیگه، بار زمستانش به مردم یکیست. حال روزگارتون چی رقم است کوکا جان؟ حال روزگار ما بچه‌مون از وقتی که وظیفه را اعلام کردیم 10 تا 12 تا اولادکای ما در خانه خورد ریزه، دیگه ماش تنخواه خونه داریم. روز 40-50 روپیه 100 روپیه که کار کنیم اونم 10 تا نان ما شود، دیگه راهی نیست. روزی چند درآمد دارین یا بالاترین درآمدی که روزانه میگیرین؟ بالاترین درآمد ما خدا سرشاهد است، از زمانی که امارات اسلامی آمده تا بین الملل ما 200 روپیه حساب نکردیم. 200 روپیه؟ به خدا که 200 حساب کرده باشم. یا همین 1.5 ساعت یا 100 روپیه عنایتش، 80 روپیه عنایتش روزای آمدیم که هیچ. یعنی خودتان شاهد هستین، ببینید این محیط کار است. خب یعنی کار پیدا نیست دیگه؟ کار نیست، بیکاری است، مردم در فقر است، دست مردم تنگ است. بیادر نه خانه ما، به خانه 1000 تا همسایه ما میگه. پس چون که مشکلات های مردم بسیار زیاد است دیگه.
آرامی است، صلح است، صفا است، همه چیز است. مگم بیادر چیزی که نیست نان نیست. خدا سر شاید است باز شوا تا ما گشنه خو میکنیم. دوز ما نیستیم، رازن ما نیستیم، دیگه ما نیستیم، یک غریب کار بیچاره هستیم. یکی پیدا کنیم نکنیم کی به ما میکنه؟ هیچ کسی نمیکنه بیادر. این مشکلات زندگی ما. خب چی پیام و چی گفتنی دارین؟ کامری ما در خدمتتون است. پیام گفتنی من بین میسیم برادرایی که در کشورهای خارج خود رساندن زندگیشان برابر هستند دیگه کنن با 4 تا غریب بیچاره که بی سرنواستن واقعا کمک کنن. این نه که فرض کن مثال به دیگرها کمک میکنن اونایی که به نفع خودشان میکشن، نه 4 تا خانه غریب تک تک ده بیادر همیال میبرم در خانه زغال ندارم، روغن ندارم، چای ندارم، بی بته. ماه رمضان هم در این ماه رمضان هم این سباز بخیر کیسه که خدا سر شاید است. امروز من نان و خانه ما پیسه ندارم. مرا چرت نمیال برده که ما چطور کنم فرض کنم مثال سبا 5 نفر روزگیر دارم در خانه می چیز نیست غیر از وسیله خدا. این پروردگار اگه از این کار ما بکنه نکنه خود دیگه چاره نداریم بیاده. این مشکلات زندگی ما مردم است. خب بیا خدا مهربان است کاکا جان دیگه زنده و سلامت باشید. کلان است. دربار خدا کلان است. خداوند پاک غنی است. از دربارش کمک ما کنه. دیگه راه و چاره خو نیست. خب تشکر کاکا جان زنده و سلامت باشید. خب دوستای عزیز گزارشی رو هم تهیه کردیم از کاکای عزیزمان و گپ‌های آنها رو هم شما شنویدین. با ما باشید و از دیگر مناطق فامیلی های ریشخور به شما گزارش تهیه میکنیم. تا دقایق آخر برنامه با ما باشید و اگر خواستین کمک کنین به این کاکا شماره واتساپ ما در پایان است با شما شریک میسازیم. خب دوستای عزیزی جام یک کاکا را پیدا کردیم و میخوایم از ایشان هم یک گزارشی تهیه کنیم ببینیم چی حال دارن و چی احوال دارن. سلام کاکا جان، خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ زنده و سلامت باشین. نامتون چیست؟ عبدالکریم. خب کاکا جان شما چی میکنین؟ ما او دوستای عزیزی اولین نفر است که میبینم برف گرفته در پیش درخت‌ها میمونه. این به خاطر چیست؟ به خاطر یک سرسبزی دیگه در جویا نمیپرتیم جویا خراب نشوه. دیگه در کوچه نمیمونیم یک موتر تیر میشه یک گوشتک تیر میشه یک گوشتک نمیفهمه میخیره دیگه سلفش میگیره میکروب از بیخ درخت میبردیم یک سرسبزی به منطقه آب طبیعی دیگه آب جذب میکنه. خب بسیار خوب. صبح هم دیگه ماه مبارک رمضان است. چی آمادگی گرفتیم با ماه مبارک رمضان؟ آمادگی دیگه توکل به الله دیگه نمی ختمای قرآن کریم در مسجدها شروع میکنیم دیگه خاص خداوند باشه دیگه روزمانه دیگه پره میگیریم پنج وقت نماز ما نمیخوانیم دیگه شکریت خدا را میکنیم. بسیار خوب بسیار خوب. نداریم. چی پیام و گفتنی دارین به هموطنان ما که شما را میبینن؟ دیگه به هموطنان عزیز ما دیگه هر جایی که باشه چی خارج بشه چی داخل باشه دیگه به همگی سلام تقدیم میکنم. خداوند جور و صحتمند داشته باشن روزشون روزه ماه مبارک رمضان دیگه کامل بگیرن دیگه هر جایی باشم با عزت و با کامیاب باشم. زنده و سلامت باشین. با اجازهتان کاکا جان زنده و سلامت باشین. دوستای عزیز با ما باشید و پایانتر و پایانتر میرویم و از دیگر مناطق ریشخور دیدن میکنیم و حال و احوال مردم را جویا میشویم. با ما باشید.
هموطنان گرامی، باز هم آمدیم به یکی از قریه های دور افتاده کابل که مربوط فامیلی های ریشخور می شود و آخرین نقطه فامیلی های ریشخور می باشد که به نام قلعه فتو نامگذاری شده است. در زمان های قدیم و اطراف پادشاهانی زندگی میکردند در این قلعه ها که در این قلعه زیبا که شما هم میتونین در روی تصویر ببینین، بنابر اینجا را قلعه فتو نامگذاری کردند و مربوط فتح الله که به نام نجف هم نامگذاری شده و صدا یا نامیده می شود. دوستان عزیز، قلعه فتو اولین جایی بوده که سفیر روسیه در اینجا اقامت داشته و در اینجا زیست میکرده. هموطنان گرامی، باز هم آمدیم به یکی از قصرهای شاههای قبل که در اینجا یک شاهی زندگی میکرده و توسط جنگهای قدیم کابل ویران شده است. بیاین داخلش را میبینیم چگونه قصری بوده و بیشتر برای پرده کامرا به شما نمایش میدیم. خب دوستان عزیز و گرامی، باز هم ما آمدیم امروز یک کوکو گزارش بگیریم و در مورد این قصر باشکوه ازشان سوالایی داریم. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستین؟ صحت خوب است؟ تشکر. زنده باشین. شما خوب هستین؟ خوش اومدید. زنده و سلامت باشین. تشکر. اسم مبارکتون کوکو جان؟ نام ارسلان جان پرویز می باشه. خواه پرویز جان. کوکو پرویز چی مدت میشه که شما در اینجا زندگی میکنین؟ امی 53 سال عمر ما، تولد امی قریه هستم و عمر ما اینجا تیر کردیم. 50 سال یعنی 53 سال میشه که در اینجا زندگی میکنید؟ بله. زادگاهتون هم اینجاست؟ بله قریه قلعه فتو می باشه. خودتون هم از کابل هستین یا نه؟ از کابل هستم. خب بسیار خوب. در مورد این قصر که تخریب شده چی گفتنی دارین؟ از کدام شاه بود و در اینجا کدام شاه زندگی میکرد؟ به مدت چند سال زندگی کرد؟ اینجا شاه نبوده، از خاندان شاه هست، از خاندان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه. اسمشان بود مدیر اسمت الله خان. خب بسیار خوب. که سر و کارش به حساب وزارت تجارت در مو زمان که مردم بخارا، مردم ترکمنستان خب بسیار خوب معامله و سوداگری داشتن، که از خود مدیر صاحب اسمت الله خان در باغ دو دختر داشت، دو پسر، که یک پسرش وفات کرد، کدام جناور خوردیشه مرد، او دیگه پسرش هم دیوانه شد. با شرایط انقلاب هفت سور که پیروز شد، مدیر صاحب اسمت الله خان که دو دختر خود و خانم خود یک پسر خود مهاجر شدن دیار مهاجرت
در کشور جرمنی رفتن. از او وقت بابا تالی باغ تحت ولکه و تسلط اینجا کاکاشم میگفتیم و دیقانش بود. همین باغ به دیقان تعلق گرفته تا امروز. خب قبلا میگفتن که و در تاریخچه آمده که در اینجا شاهی به نام عالم خان که مشهور به بخارا بوده در اینجا زیست میکرده و تبعید شده بوده از کشور خود در اینجا به طور 20 سال زندگی میکرده. این چی رقم مسئله است؟ آیا حقیقت داره یا نداره؟ این گفتون بیخی کاملا حقیقت است. خو شاید بخارا که شوروی بخارا را گرفت، ازبکستان تاجیکستان ازبکستان بخارای شریف تعلق به کشور ازبکستان داره. عبدالحکیم خان عبدالغفار خان صدر اعظم نایب الحکومه بخارا اینجا آمده بودن، به ظاهرشاه پناه بردن. باز ظاهرشاه او را و او مردم باغ امیرشیر علی خان داده بود. کال باغ سرکوری میگیم، در اون طرف قریه موقعیت داره. یعنی او قلعه دیگه باغ دیگه است. یعنی به مدت 20 سال در اینجا پناهنده شدن و در اینجا مخفی شدن. اینجا مخفی نبودن، آشکار اومده بودن، پناه آورده بودن، از کشورشان تبعید شده بودن. شوروی که گرفت یار کلش فرار کرد. او باغ امیرشیر علی خان باغ سرکوری میگیم 20-25 سال هم اونجا اقامه میکردن. این قصر با این عظمت، با این شکوه، این باغ‌های زیبا چرا با یک دفعه به ویرانه تبدیل شد؟ توسط کدام جنگ‌ها؟ جنگ‌های تنظیمی، جنگ‌های گلبدین حکمتیار، استاد ربونی فقط این منطقه را کلش میدان جنگ جور کرده بودن. همین شاید این قصر تقریبا 2-3 تا بم افتیده باشه. 10-20 دانه مرمی بیم 40 خورده، بیم 12 خورده اوانه. یعنی میگن توسط جنگ‌های داخلی ویران شد. جنگ‌های داخلی ده سبب ویرانی میشد. یک وقت و زمانش که بود که کندک سایه عربا اینجا فعالیت میکرد. در وقت اقتدار گلبدین خود مرکزهای گلبدین پیش بود، اما سایه کلش عربیا بوده. عربیا اینجا محل اقامت عربا هم بود. عربا بوده. تقریبا 30-40 دکتر عربی همینجا شب و روز تیر میکردن. زخمی اگر وطنی می بود، اگر مجاهدین می بود، تنظیمی بود، تداوی میکردن زخمی ها را. خب یعنی اینجا محل اقامت دکترای عرب بودن که تقریبا شفاخانه واری بود. شفاخانه واری بود. خب بسیار خوب. سیار شفاخانه بود. چی پیام و چی گفتنی دارین؟ تشکر از معلوماتی که به ما دادین. چی پیام و چی گفتنی دارین؟ هر پیامی که دارین کامری ما در خدمتتون است. تمام پیام گفتنی ما شما مردم افغانستان درون و بیرون ما زیاد است. پیام ما نیست برای ملت ما، برای پاچای ما، برای بزرگای ما که یک امنیت پایدار باید در وطن ما تامین کنند. تضادها و نژادها و کینه هایی که در بغضی که در قلب‌ها و دلای ما باید پاک شسته شود. وطن ما بتونیم از این وطن خود، خاک خود به طریقه صحیح افغان رو استفاده کنیم، خواب آرام کنیم، بیداری خود با آرامی تیر کنیم. مشکلات زیاد هست دیگه. پیام‌های ما خدا کنه که عملی شود یا از پیام ما، رهبرای ما، کلانای ما از حال دل ما خبر باشه، زمینه زندگی را برای ما مساعد بسازن. این مشکل ما را دیگه خدای پاک کنه، رهبرای ما بتونه، امیرای ما که با پیام ما یا با مشکل ما رسیدگی بتونن. تشکر زیاد. زنده و سلامت باشین دیگه. آجی قابل تشکر نیست. سلامت باشین. تشکر از معلوماتی که به ما دادین. ممنون احسانتون. زیاد تشکر میکنیم از خودتون. هموطنان گرامی، این هم راهی است که به طرف قصر میرود. قصری قدیمی که از شاهی بوده و حالا هم شاهی نیست و قصری باقی نمانده است. فقط تخریبی های باقی مانده شده است که توسط جنگ های قدیم کابل خراب شده است. دوستان عزیز، این هم باغ شاهی بوده که قبلا شاهی می آمده در اینجا به خاطر آرامش، تفریح و حالا هم باغ شاهی آن شاه تبدیل به زمینی کشاورزی شده است و یکی از قوم های دوری شاه فعلا اینجا را کشاورزی میکنه و پیش آن شخص می باشد. دوستان عزیز، این هم بود یکی از گزارش های ویژه ما از چینل یوتیوبی واخان ویوز. امید که ما را دیده باشین و از ما حمایت کنین. دوستان عزیز و ارجمند، تا ویدیوی بعدی و گزارش ویژه بعدی
خواهان حمایت های شما هموطنان هستیم. تا دیدار بعد، بدرود.